ماه شریف رمضان در بزرگیت بتون جان با آمدت خرسندیم بر رفتت دیده گریان شکرانه این دولت آباد کنیم و شکرانه این ملت آزاد کنیم و شکرانه کنیم هر قدم و ساعت و هر روز شکرانه این شای خداداد کنیم. بله. شو نعمت نان و آب است یگانه دوست من قرآن کتاب است کسی که قدر اینها را نداند به دو عالم بفهم که در عذاب است. خوب جوانی دوست مراد دوست جانی کاری خوب انسانی بودن این نمازخوانی. بله. زرد عشق بنوشم چای فامیل بشد آن یار جدای و کرد قایل. سلام و درودی به پایان به کل هموطنان به کل فارس زبانان روی دنیا. البته که امروز بازم نزد شاعر حاضر جواب شاعری که دلهای چندین جوانا را دلهای چندین عاشقا را تسخیر کرد کامل جان. انا بازم با اومدیم پیش استاد عزیز ما کامل جان البته با سخنهای شیرین با شعرهای نمکین خود طبع ما و شما را بالیده میگرداند. بسیار درجه خواهش کردن که یک بار دیگه پیش همه استاد نرفتی یک بار دیگه پیش همه کامل جان شاعر نرفتی. این روز ساعت شد که این در بهاران ریزه باران مبارک باشد خنده پیر و جوانان مبارک باشد. این آمدن نزد شاعر حاضر جواب کامل جان شاعر از دره سراسیاب دهه سنتوده مخصوص برای شما یک شعرکای به جای استاد می سرایا و ما میشنویم و حلاوت میبریم. مرحمتاً استاد عزیز اینجا بلندگویک بگیم در اختیار شما رو برای شما کامل ایستاده است. بله صحبت کنید. گر چند یکی سیر کنم یگان وقت ندارم دوست مراد قوت ای شما می ندارم سخنهای شما رو ایاد نمیبرم ما عقل ادب دارم سخن زیر لب دارم این ارزو هر شب دارم تنسیتی شما ای خدا طلب دارم. چقدر که شما مرا حاضر جواب گفتید من به شعر گفته میتونم که در این انجیرم بده چنین تقدیرم باور کنید دوست مراد طبیعتا شاعرم خیلی گپا رو من نگم کی میدونه شاعرم. وقتی که در قرارمون محفل شد ما گفتم که حیات تو زندگانی آفتاب است درخشاننده شب مهتاب است حقیقی شاعر و شاعره آن است خداجوی و شبانه کمخواب است. نشاط و نوش و نعمت نان و آب است یگانه دوست من قرآن کتاب است کسی که قدر اینها را نداند به دو عالم بفهم که در عذاب است. با شخصی میزده راحت شراب است نمیداند که آخرش عتاب است. نویسد گپ حق شاعری خلق به کامل جان از این عالم جواب است. سرود و شعر کامل به حساب است ز عشق کسی ما دلش کباب است بکرده پیشه کسی شاعری را به دو محفل دائم در شتاب است. ما دوست مراد جان میبخشیم وقت گاه محفل خیراندیش دری باغ بختر می قرغان میرفتیم بختر گاه دنگه رفتیم یکم بار قریب 55-60 نفر جمع شد یک خیلی شاعرای بزرگ تلقین خوجه بعضی هاش گذاشتن خیلی به گذاشت صلوات عیسی غلام همون با محفل مال افتاب نام کده با ما افتاب دنگره ده با ما محفل ما هست افتاب شاعره ها چون محتاب شاعری پیر و برنا با این محفل بشتاب چون کپار دیگه کامل حاضر جواب افتاب است محفل ما در دیار دنگره جای زیست و منزل ما هست دیار دنگره گر کسی خواند بداند قدر زادگاه خودش روی پاک و هم دل ما هست دیاری دنگره. در راه پیچتابم تنسیت بخوابم راست شو بگم دوست مراد بگفت استاد خیراندیش در شعر حاضر جوابم راست شو بگم دوست مراد شاعری به کتابم خیلی شعر گفتم عیسی غلام بیاد به کتاب چاپ کنه نکی خیلی روز ساعت سویش ممکن خیلی شود نکی یادآوری میمونم نکرده هیچ بهانه ما اومدیم ای خانه مرا میگن باید بخون نمیکنم بهانه سخنی خوب دوزارو تا خیلی وقت میمونه هر کس اگر بتونه در این دور زمانه او یگان شعر بخونه یا یعنی حال بشنونه دل را نرنجانه آباد کنه ویرانه به یاد بیاره اگر اسماعیل سامانه نام همه جوان مرد مانند پادشاه ما تا خیلی وقت میمونه
پیشوای تاجیکستان امام علی رحمان زنده بکرد اونامی اسماعیلی سامانه برای صلح و خلقش تای کردیم جهان خلق جهان میشناسه امام علی رحمانه خلق سنتور میشناسه بایمراد قهرمانه بگو استاد خیراندیش کامل شاعری روانه شاعری کامل جانه بگذار همه بیدانه گرچنده که من جای ما سخن میتونم در 43 سال 47 سال خاندار می 43 سال نماز میخونم یا منه خیلی کم گفتم زنه بگم بگم بسیار خوب میشه یا منه ممکن اینی زیاد 99% جمعی خلق تاجیکستان طرف جناب علی دعا کنه که خدا همین ایساد بزرگ اوبلان کنه من دویم ولی میگم که در همون سالهای سخت وقتی که نشست به تخت بروی خلق تاجیک آورد نیکی و بخت بود اول که کاری خدا داره یک همین جناب علی پرزیدنت به ما را سبب شد خلق تاجیک را هایا کی که بود سالهای 96 در دست یاق شورش دویم اگیس میگشتیم دو تینون در زیر کش بود کسی شریخان بوده همیشه در کشاکش بعضی مسافرهای پیر دختر زنک کمپیر آیسوب توشون میسودیم ما در نوبت چی خمیر میگم که روسی هم شما میبخشید باید میخونم نخدو شیرین قند لبلبو میوه بیشتر انگور سیب کدو یا آشنای شادی خان سعیدی بای عبدو همین ایران سعیدی بای عبدو هم یا وقتا میخوندن در سنفای یک دو همون وقتای سالهای 98 99 آینی شعرین بوده دندان برا بود گم بزنم خیلی خودم تاثیر میکنه خود چاپ کردن که روشن که نشناف گفتی نامرده بیشناف سخنی فرده با شاعرها همدرده بعضی شاعر همچما چاپ کردن میگرده پاک نیست دیگه من چاپ کردم که شما رو میفهمم مردم هم میفهمم کسی سول کلاف اما ما میدونیم در سنتودن مهمونیم مانند گذشتگان ما هم روز روانیم ای 71 گذشتیم یکی حالا جهانی ما در بین زمین و آسمانم گرفتاری غم و درد زمانم وجودم ای غزل شعر و سرود پور قلم بر دست اما بینشون بله یا فرزند دهخونم در سنتودن مهمونم این رو خودم میدونم ای زمین مادر وطن دل کنده گفتم که همه میو گفت دل در شرم گفت سخت شعر میدونم کمی لیکن داری بخفت چی خیلی خوبه جوانی دوست مولا دوست جوانی کاری خوب انسانی بودن این نمازخوانی بله خب برجب جوانی در این دنیا مهمانی سر بزن در زمین یکی غافل نمونی سر بسرانه میکنم برای میخوام شعر نویسم میشود او رو بایی در بین شعر غزل دارم خیلی خطایی باور کنه دوست مولا شدم رنگ هوایی کاری بد انسانی بودن زنده جدایی بود زندگی ها همین بعد شما میگردن این شاعر شعر فکر میکنن اول بگم بزن یا برای خودم برای چندین عنوان میره در میان فصل ها فصل بهار زیباتر است جوری اول در جهان ای سیم و زر بالاتر است دلبرم با من بگو کامل چرا غمگینی در کنار یارم و یادم به یاری اول است قلم گیرم نویسم من جدایی قلم بر دست نویسم من جدایی شود شعر یا سرود یا کروبایی جوان بودم نفهمیدم که عشقی صد افسوس از خودم بگذشت خطایی زرد عشق بنوشم چای فامیل بشد آن یار جدای و کرد قایل و یاد دارم که در عین جوانی نسوختش هیچ کس ای یارکی جان یک بار تام قصه عاشقی بخوان ای تحت دل شعر کامل جان بر یارکی بالحواسی نامهربان گندم زغیر جو شعرهای شعر کاملا نوشته نمیشه او وقتی کاملا چیزی بنویسیم این رو به قبله مینیم در روزی بیام سوال بوده دوست مراد با شعر جواب میدیم با یکان سوال نه که استاد عزیز اومدیم یکی کجا نگاه کنیم ما کار جواب بودیم اگر نوبت بشه استاد عزیز اکد این حال در ماه شریف رمضان قرار داره برکت ما کمک استاد با استادا همین شاعرها را سوال بدی با الهام ده میایم برکت البته سوال کی دادی با الهام ده میایم اگه این حال فصل رمضان در ماه شریف رمضان قرار داریم یگام سخنک درباره رمضان هم شو با خوب میشه برکت ماه شریف رمضان در بزرگیت بودم جان
با آمدن خرسندیم بر رفتن دیدگیریون ای هفتاد گذاشتیم هفتاد یک خلاصی رسوت روزی مای اینا زادروزی استاد میاد مبارک یا میکنین برکت اگه مبارک هم لیوی جایی رفتیم که همسیفو رفتیم حق موچین نظر همسیفو یعقوب نماز حق نظر کرد بابا کودی هم که گلیستان معلمه کرد هم رفتیم لیوی جایی بارا شدیم هم که رفتیم چودوی مرد همین سوری 98 این سوری بوده باشیم دیگه اونی گیش نورک لیوی جایی را بهارک میشستیم قطورک با ما بگید همسیفو روزتون مبارک من میگم که گلیستان نوروزتون مبارک این چودوی من نوروزتون مبارک همچنین سخنو پیش رو آمد گفته رفتیم خلاصه گفت کتو یک خندوار را میگم خیلی با خیلی رفتیم با همچنین هر جا شدیم گشتک داشتیم که همسین شیرک داشتیم با هر جا گشتیم با خانی صدامو داشتیم والا دوستای عزیز نگفتن ماند که این هنسیم شینک در همه محلهای ما ای قدیم هست این تا به حال ما هر 15 میشه قطعی هنسیم فون مییم خون یک همسیم مونده میشینیم اگه این هم وقتش هم استادا که میشتن این همون همسیم شینکاش میگم برکلا باب صدامو همسیم مونه رئیس صدامو رئیس صدامو خلا اینا بشو خلا بشو میشه کنترات بشو خندوارم باشیم با مرتن کامل خیلی همین صدامو دو بار سه بار همسین شکل دیگه گلخمار گلیستان تویرمو یا بسیار دیگه خیلی نکرد باید گلخمار بچه هم میگو یکم باید بگو با دکتر هم چی میگه گلخمار زنی مالی میکنه جون میدون بعد من گفتم که بله گفتم 10 روزه چی در ایمو کنید با ما یک نگاه در بین ما همسیفا کاش از اون صدامو گفتم باید دیگه بگم رئیس مامور قراری میکرد با ما غمخوری در بین ما همسیفا صدامو نرکتاری خیلی کارو نری پارتور بخور مردا گوره کار میکنه گلخمار خال ایگو هیگان شوخ بگو همین صداموری که تعریف یار قرض میکنه یا نکرد با گفتم که او بله گفتم هر کس یک فهمیش غمای خوبه یا کمیش باید بیای اگر ای جانون در رو فهمیش گفتن همین قرفاز خانده همه جا خانده چیزی که میگن رو داده شوفیره شیر داده شویره حافظه بهترین محبوبه بویره همین در گردون تو چخنش بلبله در بهار بی چگله فهمیش گفته همسیفا ما میگم نومی پلا و پلا فهمه در اصلا شما جان نکنه باید به توقیف برای اینکه شویره بخوم میشه کم خوب میشه یکی همین شویره ممکن که ما باشیم برادر بزرگ خیلی که 100 بار شکرانه میکنیم نوکرده هیچ بهانه ما آمدیم ای خانه در هر قدم دستورات میکنیم 100 بار شکرانه برای همین شکرانه چیزی خوبه بابور جرگان میگم شکرانه این دولت آباد کنیم و شکرانه این ملت آزاد کنیم و شکرانه کنیم هر قدم و ساعت هر روز شکرانه این شای خداداد کنیم بله شاید در خود اگه پیدا میشه اگه نظوری این حکیمو هم شعرهای مرشیده این همیشه آمده است همین اندری آسیاوی این همیشه آمده است سوره 97 این شعره همین بابی شوکیر شریف رئیس واقعی قریب 25-30 سال رئیسی کرد دو بار همین تو قوات احمد جان هم بودن هم پیکر اومدن ای پشت یا خرونه طور یا خرونه نیوراشو یا خودنی یا توان با چی بابی تیر میگن شوهر چی واسه بعد فکرون بود کجا میره که بگیم دردری انجیرو ای همه بری بالا اوچو خوب است اوچوی دوستی ما نامش هست تقای مراد اکی او شامراد عجب معلمی خوب بود استاد کجا مراد که جوشان جنت او لگانتی بود بعد میبخشید بعد بودو که من میرم سینی کمر در خورجین هست تور شوکر شریف میبینم میره و ایپسی خر بود اگه ترکوتان زمین داره و رفتی کار کنی میره بود یاد لطفا سینی تاقب دارشون میرم حکیم نظور میبینم من میرم طرف شور ایره اینا اون قدور در طور خر میبینم دویم حکیم نظور ده بابای حکیم نظور شده من در طور خر که در پشتی خر نیست یعنی او قبای این روزا میخرن چای یه وقتا می نشستن هر دوشان در لخ کبای بیتن میشن دوامدار خیلی گوشت بعد رفتم که خوشی حسن معلم استاد بوید معلم حسن ده؟ خوشی بوید حسن هی عبدالی او بالاتر نه اونو توای چه دا گوشنده معلم بوید بیکتریا که شاگرد چیکار کردن مسئله ترخلاص گفتم شاید چیکار ما گفتم کم شینجی ای گوندا این مدیا شهر گفتم
رفیق واحد و وردی 40 سال معلمی کردی امیر روزا میدیدم در کوچه ازم میگردی ساعتی نمی شعر شده افتادم یادواری میم اگر روانه ده شعر کتو بعد شعرم غزلم نوشتم شعر غزل چیستان ضرب المثل دوست مراد و قوت ندید هر دیکسر هر کجایی که باشد بخیرید چوی اثر ای رحمت انا کواجی در دهات دیدم که آبادی رفته است بارکالله این کیا کده استیانو چیکو کده استیانو خیلی خیلی ساز محله دا همه محلات آبادی رفته است بهار میشه هر سال بارکالله خلق میخزن автомاتی ول میکنن بله خوش به حالشون خوش به حالشون او دیگه گفت گفتنی نیستی نه اصلا میگم هر سال میاد بهار دل میشه بیقرار آی خزانی طبیعت از دیدن روی یار هر بنده داره یار میخواهد که همان یار دایم باشه در کنار حاکم پیشنر یا بگم باشه هر سال در بهاران میدونه هر انسان طبیعت بیدار میشه گلها میشه شکوفان همه چی میشه خندان خیلی من میگم نگاه کنید به میدان آمده خورد کلان رقص خرسانی داره همه پیری که یا گپ هم خیلی گفته رفتن بعد همه از پیشنیت تو بگم بگو همین جنگ رو سال 98 اینی کماندیرو هم خیلی بودن کماندونا در برام شدی خونه گفتم اکیم پیچ رو ما گفتم افتاب خیلی برآمد در گوشم صدا آمد در گذر شرمه ها دو کماندیر برآمد نامش گویم به شما کلانش عزت الله یک تیزگری آن شادی آشنای ذکر الله ای جلو جان شادی تا کدام اولادی روزی ایجی رمضان خیر خدایی دادی در آمدیم عیدتون شیشتیم سری در سرخان پیل شد خورشید سلیمان آیتای خوب خوندن در حق باوی الله خان همه خود کلان رحمت به شما گفتن برادری شادی خون خیلی نامه اکوش همه گفت خیلی بیشاره شادی کرده خدایی سبا و گرفته هوایی همون سالا ما کودک بودیم در یادمون هست نان میکردی چی در من میگم که بارزاگی تالا اول میگم بیشنه چنین صدا بارزاگی خدا رئیس محله چید رئیس بهاروف میرزاده وقتی که همین چیز حال گذاری همین فرما رو نام به نام عزت الله من همین من بچه خاله میگم که درباره همین آوازی چیزی خوبه در هر یک برآمدی پیشوای ملت در بیشنه عکس صدا سخن از زبان پیشوا در پیش ما شویرو شیخ میش پیدا بود چی خیلی دین روز هفتم برآمد کرد ترک سه جدا نجوم بخور ما چی خیلی شخص دستگیری نکنیم ما در فکرم همیشه هر سخن دارشه در این دنیا دادارو آدم بیغم نمیشه امروز حل میشه روز دیگه سر میشه اون چنان تیز میره آدم خبر نمیشه نستی بعضی آدم از روی دل هم میشه قدر قیمت انسان از روی ادب میشه یگان شاعر جهان به شاعر نمیشه میشناسه خلق تاریخ شاعر خیرنده شه کم میشناسه آدما کامل دورنده شه میگم کامل در این پیری باید که عصا گیری چرا چی کامل جان امیرزا شاعری نکی دادره نمیشه گفتم که ناکرده ما اندیشه در پیش ما شاعر رو شعر خودش پیدا میشه اگر ما باید بخونم پیدا تمام نمیشه همین میگم که اول مرد میگن که چرا کامل جان خدا داده همین خدا داده خدا که داد آدمه گپش رنگ شعر میشه بجون بخون به نماز بخون دل میشه کار میکنیم هممون در امی روی جهان برای یک تینون شاعری و ملاقی و حافظی دیگر کار عشقم شعر میشه بگفتی من در فکرم در این دنیا همیشه که در عالم یگان آدم چرا بیغم نمیشه بدون قدر زمین و آب نان و هموطن را بفهم هیچ گنج مادر به در این دنیا نمیشه زنده باش سلامت باش هزار رحمتی خدا اینه انشالله که بعد وقتی همین میوه های شاعر دنبال شد با نصیب نام بریم زنده باشم انشالله وقتی میوه دا بمیریم با شعر و شاعری را این تیله های در زیر خاک بوده رو میبریم انشالله یا یک تیله هم تیله بعضی شخصا میگن که نام مرا میگن بگی نام یا بچه دیگه من بگیرم بگو نامی کسی که موافق طلب کرده بگو تو حاضر فقیر حیدر گفته که یا برمر نرزولا گیتلر میگفتن همین آندرو خیلیت همین امر گفتگی مادی باشه شوق نداره قوت الچه همچون هم شساد باشه بعد اینکه همین کنم بلبلی بایدون رنگ گرگولی پرزیدنت جناب عالی رحمانوف امام علی دار و عقل سالم
هم معلومات عالی. همسایه محمد علی تقایم نورالی یک دادری خوب دارن، نام او شیرالی. آشپزی بهترین در سنتوز شیرالی. خودم بیام میدونم که سخن دانسته بود توضیح رو دشمن مگردانی زهرفی به تعامل آشنا بیگانه میگه. زبان سرخ نگن سری سبز برباد میگه. دعوتنامه داریم نشون داد. تو تو میشون. آیا گاب کشن. با تو شوهر باش که مدیا باید بگو. تو نام چیه؟ کانو. کی کانو گفت. هر زمان هست ماشین نیست موقع دانا. میدونی بهترین درگیش یک هست کانو بود. وقت نام اساسی گفت دلیل. نگشنی من نمیشه کم تر ما کردیم که زنده باشه میشه ای جوری دونی دلیل اسمان شدی. با خیلی چوای سگو. وای اون چه چی خیلی بالا نگفت. چی کی هست چی مومدو بیا چوایس بس آنتودا گذار کن که با سرگی بنیروگاه نظر کن ببین که 10 تا میلیارد در چی کار است بیرو خارجی پوتین رو خبر کنه روسیه تو دیگه بیشتر شیر قضیه تو شغلام گفتی چرا تو دو سه کتاب میشه بیاد شوکه گفتی میشه خیلی میشه برات انشالله گپ نیست دنیا با امید انشالله با باقی ماندی برنامه‌مون رو در وقتی میوه خداوند نکشمونه میوه خورده نصیب کنه باشه با ماندگی شیرمون میگه مالا گوس ول گفت پیاده حسین بچه شد همون داری الان تیمو الان دیگه برام بگم برای شما که دیگه چه نیولو ای تو اون رو دوست ما این همسی میگفتیم هم که شوکا که دیگه کنجل بیام که خیلی مثلا که گاب شورا گاب میره کمش خوبه هم برو بریم نیزو هم که زیر موچو بودن دیارون گذاشتن برام ایجادلان که نامو نازمونجا بابا چه خوب بودن این کمانی با سوال آخه من هم خودش خشمه هم زنش خیلی کم خیلی درویش دورنده شکم که بچه‌ها نگیش خیلی یا دو که در موشل میزنی یا دو که در آخری سخنو آمین تنی ساعت دلی بیگم خاطری جام خیریت قدم عبودی مکن در کلی بلا شفای رنجوری بیمارو جنت توجهتون همه گذشته ها دوست مراد و با تو وقتی زنده هستید با همراهی فرزندان سلامت باشید دائما شاعری خلق کامجان گفت چنین سخنها غنیمت هر نفسی چو بلبل در قفس دوام میکنم هر دتام با مقصدتون برسید الله اکبر ای رحمت سلامت باشین سربلند باشن مردم خدا نگهبانتون داخل ما بی خودی اومده که نمیدونم که اینترنت شای با خاطر اونو میخوشته بود یا خلق یا چی بود دون جوان مرادی دون جوان میگم دون جوان این دیگنوم دیگم کینو ای کتاب خوندگی ما در تئاتر بازی کردگی میرم ای روز کتاب دای یک هنرمند بوده دون جوان من در تئاتر بازی کردم مال رحمان بینا دو گپ نیست پناه خدا با انشالله که علاقه میکنیم با یک جای گپ نیست با این یک باغ رو تماشا کنیم خداوند نگهبانتون شما هستید سلامانی خدا